سلام علیکم عشقای داداش، فوتبالیستا نمونه بازیکن تو خونه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. سعید هستم، مربی رسمی AFC و بدنساز فوتبال. بچه‌ها این ویدیو یکی از مهمترین آموزشایی هستش که در تمام دوران فوتبالت میتونی ببینی، چون هر بار که میری تو زمین مسابقه، هر بار که با بازیکن حریف یک به یک میشی، این آموزش به دردت میخوره. فرقی نداره دفاع باشی، هافک باشی، مهاجم باشی، فول بک باشی، هر پستی باشی، این آموزشی که میخوام بهتون بگم به دردت میخوره. رفقای گلم، مربی فوتبال قبل از اینکه اصلا بازی شما رو ببینن از استایل و فیزیک بدنی تشخیص میدن این بازیکن خوبیه یا نه، این قبلا رو خودش کاری کرده یا نه، مبتدیه. چرا؟ چون که فوتبال روز دنیا به سمت فیزیکی شدن داره پیش میره و فیزیک قوی برای خیلی از مربی‌ها مهمه. چرا مهمه؟ چون یکی از ساده ترین کاربرداش تنه به تنه شدن با بازیکن حریفه. میتونی بازیکنی باشی که مثل لوکاکو تنه میزنه، بازیکن حریف پرت میشه میره اون ور زمین لای خبرنگارا و شما به چشم میای، یا میتونی بازیکنی باشی که میره پخش زمین میشه و توی تست رد میشه. این ویدیو میخوام کاری کنم باهات که مثل لوکاکو یه جوری تنه بزنی بازیکن حریف به ترس بیاد نزدیکت شه. قرار بریم از کلاس حضوریم آموزش تنه زدن رو بهتون بگم و بعدش در آخر برمیگردیم و کلی تمرین خوب برای قدرت بدنت که تو تنه به تنه کم نیاری بهت بگم. بچه‌ها وقتی میخوای تنه بزنی، پات بیا جلوی پایه، بیا الان با من بیا. این نیست تنه زدن، دستت هم داری جمع میکنی، پاتو میذاری جلو پاش، حالا محکم با شونت میزنی بهش، تو نزنی اون میزنه. بریم 3 2 1. آفرین. ببین پاتو میاری جلوی پاش، محکم تنه. امیر بیا 3 2 1. آفرین. ببین برنده این بود. پاشو آورد جلوی پا، یه بار دیگه ستون کن بالا. 3 2 1. خب تنه چرا نمیزنی؟ تنه نبود. 3 2 1. یه جور بزن تنه رو، من پلشم برم. آقا تو محکم بزن، کار نداشته باش. 3 2 1. ببین لگرمو دیدی چجوری استفاده کردم؟ آرام بیا ببینم. محکم داشت، نه پنجامم میذارم. 3 2 1. برو محکم بزن دیگه. چرا نمیشه؟ نمیری. 3 2 1. بابا پاتو محکم قلور بیا تو بعدا. شدش داری لوس میای. ببین تو من نزنی با تنت، اینجور نزنی من میزنمه. 3 2 1. حالا وایسا، پاتو که داری میندازی فقط تنه نباشی. الان بیا 3 2 1. ببین همزمان که من پامو میارم تو من برمی‌داره. 2 1. آفرین. ماشاءالله. هول ندی منو بزن تنم. اشتباه چی بود الان؟ ببین خودت اینجوری این نیست، هول نده خودت. الان با من بیا روی تو مثلا، ببین محکم. ببین 1. تمام. ببین 1. خب امیدوارم که این نکاتی که بهتون گفتم براتون مفید بوده باشه. حالا بریم سراغ تمرینات بدنسازی که توی تنه به تنه زدن خیلی کمکتون میکنه. اولین حرکت پلانک هستش بچه‌ها. شما میتونید 3 تا 1 دقیقه حرکت پلانک رو تمرین کنید و رفته این تایم پلانک رو ببری بالا و رکورد خودت رو افزایش بدید. حرکت دوم ما پلانک ساید هستش بچه‌ها، که این حرکتن میتونید شما 3 تا 30 ثانیه برای هر طرف نگه داری و رفته رکورد خودت رو بیشتر کنی. حرکت سوم ما پرس سرشونه دمبل هستش که عضلات سرشونات رو تقویت میکنه و حرکت چهارم ما حرکت نشت جانب دمبل ایستاده هستش. این شد 4 تا تمرین خیلی خوب که در تنه زدن کمکتون میکنه.
همچنین حرکت میان پا دمبل هم کمکتون میکنه تا پای تکیه‌گاهتون قوی بشه. 3 ست 12 تایی بزنید و منظور از پای تکیه‌گاه دقیقاً این قسمت پا هستش داخل ران. و در آخر اگر میخواید که 0 تا 100 بدنی خودتو بیاری بالا، 0 تا 100 یعنی چی؟ یعنی از لحاظ حوازی، پیشگیری از آسیب، قدرت عضلات، حجم عضلات، نیازهای پوست خودتو کارو کنی، سرعت چابکی خودتو ببری بالا، تمام این موارد به اضافه برنامه غذایی میتونید دوره تخصصی ما یعنی دوره 4 ماه نیتروژن پلاسمون رو تهیه کنید و 0 تا 100 بدنی خودتون رو بهبود بدید. هم میتونید از طریق سایتمون ثبت نام کنید و هم میتونید از طریق تلگرام آیدی که براتون میذارم پیام بدید و در تلگرام دوره رو ثبت نام کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، آموزش بعدی، یا علی. الهی شکر.